اما در ماه مبارک رمضان چی کارها کنیم که روزه من فاسد نمی شود عزیزان من؟ این هم ضرور است شما یاد گیرید. الاکل و الشرب او الجماع ناسیا. اون یه آدم رمضان ده فراموش کرده و روزش خورد، خوب چیز خورد یا چیز نوشی میشه، مثلا کار کرد در سری کار ای خاطرش برام دست کشن. امروز آدم ها بسیارش خیالش بیجاش دیگه است، خوشش نه یکی آب نوشید بعد نوشیدن باید که من روزدار بودم که این روزش فاسد نمیشه، دوام روزش گرفتن گیرد. یا خانش آمد خوشش نه نون گرم گرفت و خوردن گرفت، روزه خاطرش برام ده، پس هم به یادش رسید که من روزه دارم، این روزش فاسد نمیکنه، روزش درست است، دوام روزش گرفتن گیرد. دوم انزال المنی بنظر او فکر. یه آدم روزانه خواب میره و در خوابش احتلامی میشود. همه تاجیکای ما شیطان فریب کرد میگن که خوب یا در کوچه گذشتی از زنده که میبینه دو به اختیار احتلامی میشه، اینم روزش فاسد نمیشود. اما اگر با دستش خوش احتلامی کند روزش فاسد میشود، یک روز قضای دگرش واجب میشود. سوم چیزی که روزه رو فاسد نمی کند القطرة او الاکتحال فی العین. من چشم دارو چکاندن، بعضی آدم ها چشم دردن چشماشان دارو می چکانن، یا گوشاشان دارو می چکانن، یا زنکا چشماشان سرمه می کنن در ماه. این هم روزه رو فاسد نمی کند. دارو کردن چشم روزه رو فاسد نمی کند. سرمه کشیدن. السلام علیکم برادران و خواهران اسلامی. شخصانی که در ماه شریف رمضان میخواهند سفر به حج کنند، یک ماه با نرخ ارزان $1900 از شرکت مهاجر تور است. خودی حاضر در نامرهای روی اکران بوده زنگ زنید. در این شرکت برادران تاجیک خودمان است و نگفتن نماند این نرخ تنها برای ابونچی‌های ما راه فردا است. از نام کانال ما مراجعه کنید. الله مهربان حجتان را قبول بفرماید. آمین. در چشم روزه را فاسد نمی کند. اگرچه ولو وجد الصائم طعمه فی حلقه، مزهش در حلقش نمایان هم شود فاسد نمیشه روزه. چهارم چیزی که روزه رو فاسد نمیکنه در ماه رمضان این خونگیری است. مذهب حضرت امام رضا رحمت الله علیه ده خون گرفتن، اگر رفت همون شخصی خونگیر به قوت باشه، این همه آدمی روزه‌دار به قوت باشه که این خون گرفتن براش هیچ زیان نکنه باکن. اما اگر رفت آدمی ضعیف باشه، خرابه باشه، کسلی باشه که روزه گرفتن سبب بیهوشی شود، این صورت خون گرفتن مکروه است، از این احتیاط باید کرد. دیگر چیزی که در ماه مبارک رمضان مباح است مسواک کردن، نه دندانها را با چوب مسواک شکیدن یا با دندان شوک شوشتن، اینم باکی ندارد. فقط احتیاط کنن که یعنی داخل حلقش نرود. ولو کان مبلولا بالماء. خب دیگر چیزی که در ماه مبارک رمضان رخصت است المزمزه و الاستنشاق، من دهن آبگردان کردن در طهارت غسل یا بینی را آبگردان کردن، اینا روزه را فاسد نمیکنه. بعضی آدما رو فهمیدم در ماه رمضان مزمزه نمیکردن، نه دهنشان آب نمیگیره، ای ترسیان که یکی روزه همش آخه تو مردی که آب درونت میره حلقت میره، آیا کم چقدری بعد نمیبونوتر کن سنت های مزمزه استنشاق در طهارت. دیگر چیزی که در ماه مبارک رمضان رخصت است الاغتسال او الصباحه او التلفف بثوب مبتل للتبرع لدفع الحر. مثلا این زمان خیلی گرم است، در ماه رمضان آبازی کردن یا در لب دریای رفته دریای خنک در شناوری کردن، سباحت و شناوری در دریا رو میگن، اغتسالش خانه در سر آب ریختن، یا اینکه یا لطه عدیال تر میکنی در بدنت پیچانی به خاطر چی حرارت هوا بلند است، گرم میشی به راحت میشی، اینم باکی ندارد. آره بعضی فتواها دست آبازی کردن مکروه، اما قول اعتبار نداره زیرا که مخالف حدیث رسول اکرم است. از این سبب فقط در ما وقتی آبازی حرکت کنه که حلق تانده آب نرود، دهن تانده آب نرود. این یک دومی که در وقت آبازی کردن بچهای خوشرو، بعضی شما رو من در کوچه ها میبینم در فصل تابستان با ترسک های کوتاه یا با پلافکه در نظر مردم آبازی میکنید، این حرام است عزیزان من. خدا لعنت کنه هم مسلمان را که حیا ندارد، که در اون کوچه زنها میگذرند، مردها میگذرند
او خود که لعنتی است، در لعنت خدا گرفتار است. آخر چشم تماشابین ها را هم در او میافتد، این هم در لعنت خدا گرفتار می شود. بنابراین جوان مسلمان، تو از خدا ترس. وقتی که در راه آبازی میکنی، پیغمبری تو وقتی که آبازی میکرد پرده میکشید، در بین پرده آبازی میکرد. اگر رفت تو دریا میشد، میرفت یک جای دوره که نظری مردم نباشه، در اونجا آبازی میکردن. امروز انسان ها آنقدر حیوان شدگیان که در پیش نظر زنها مردها رفتار میشن، لچ عریان یک پلافکه دارد به هوای آبازی میکنن. لعنت خدا بر تو بار این تاجیک، لعنت خدا بر تو بار این زن مسلمان. اگر مسلمان تفو ساعت که مسلمان شود، یک روز کافر تلمان میگذشتم، یک دختری تاجیک با دو مرد با پلافکه و با لفچیک که گودکا جمع شدن تماشاشان دارن در کنار همو پیشی بچه های چیز است که مرده همونجا آبازی دارن. یا الله، نخواد که اینقدر بے حیایی، نخواد که اینقدر انسان حیوان به مبدل شده است. زن مسلمان حتی موی سرش نشان دادن برای حیورش و برای بچه شرم دارد. در فتواها میگوید یک زن وفات کرد، بعد از 10 سال قبرش ویران شد، رفتن قبرش برای دیگه جا کوچاندن، دیدن که موی سرش جدا شده است، دیگهش نابود شده، موی سرش ایستاده. موی سری همون مردی 10 ساله را که پوسیدگی جدا شده است، حق نداره مردی بیگانه را به دستش گیرد، بعد که او را وارثش رو بگیرد و دستان پیچونه دیگه جا برگرد. او عورت است، و حرام است باش. یا الله، میبینم بعضی بچه ها ماشین میشوین تگی پلافکه مرد تو بار این صدقی جوان مردی شو، صدقی مسلمانی شو. حیوان میخوایی که در پیش زنی تو یک آدم خوش لطف کند، میخوایی که در پیش دختری تو یک آدم تگی پلافکه باشد. این از حال ما مسلمان ها. و اگر کسی آنها رو یک چی گوید با دماغشان میسوخته است. صدقی جوان مردی شو، لعنت خدا بر تو. خب خوب وقت اخرگی 20 ساعت ما هم گذشت رفت و خوب. به هر حال آن چیزی که میخوام امروز برای شما اکثرت مبتلا با آن میشوید، این او کال کردن است در ماه مبارک رمضان. آیا او کال روزه را فاسد میکند یا نه؟ نه نمیکند. هر قدر نوع او کالی که باشد، خواه از گوشت میکنید، یعنی او کال ویتامین، ای دنبه، از را بازو، خواه او کالایی که مثلا خون میدهد، او کال خوندهی، هر نوع او کالی که باشد روزه را فاسد نمیکند. فقط بعضی فقها او کالی که قوه غذا را دارد، گلیکاز میگن چی میگن، یه روز دو روز به هوای دیگه سیر میکنه، اوقات هم نمیفارش، همون روزه رو فاسد همون نزد بعضی فقهاست. اینجا من برای شما نوشته آوردم به خاطر که شبهه نکنیتان. تزریق آمپول محمود الفتاوا را عمر سربازی هم قولش همین است در منبع العلومش. تزریق آمپول در ماه رمضان، تزریق آمپول اوکال میگن، هر نوع آمپول باشد اشکال ندارد، این روزه رو فاسد نمیکند. كما حققه العلامة المفتي محمد شفيع وأيده العلامة المفتي الطهانوي في إمداد الفتاوى. اما ناسوار حرام است، حرام نیست، اما ناقض وضو است. ناس چی عزیزان من؟ در رمضان ناس کشیدن روزه رو فاسد میکند یا نه؟ فاسد میکند. ناقض روزه هست. ناسوار حرام نیست. اینه حرام نمیگیم ما، کشیدنش حرام نیست. البته از کراهت خالی نیست، به خاطری که بوی بد دارد، به خاطری که اسراف دارد، به خاطری که زیان دارد، از کراهت خالی نیست. اما حرام گفته، برای حرام دلیل بکار است، در او دلیل نیست. اما روزه رو فاسد میکنه، روزه رو میشکنه. پاپیراس عزیزان من چی؟ پاپیراس هم روزه رو میشکند هم حرام است. بنابراین از پاپیراس کشی خدا نگه داره. بچه های خوش رو رمضان اینی او رو دود میگویند، دود فرو بردنش تلیان در خلاصه فتاوام، در خلاصه مسائل هم هست. او روزه رو فاسد میکنه، از این خدا نگه داره. به ما حضرت امام اعظم رحمت الله علیه ده 7 چیز در رمضان مکروه است. در یادتان گیره، معنی مکروه خوب نیست. روزدار باید از این خوش نگه دارد.
چی مرد و چی زن، چی پسر چی دختر. یکم ذوق الشیء و مزغه بلا عذر. خایدن چیزه در رمضان بچه های خجرو جیوچکه نخواهی، در رمضان سقیچ نخواهی، در رمضان اگر تا ضرورت نشود نان خایده یا غذا خایده برای کودکای خرسال تا نتید. زیرا خایدن چیزه، چشیدن چیزه در رمضان مکروه هست. زیرا شما اگر سقیچ خایده ایسته یا جیوچکه خایده ایسته، یگان کس اگر بینه میگه این پاد روز خور بدای. شاید باید پاد نگویو دهنی من دی کلمه آمد. گفتم که من آدمی عصبی هستم، معذرت میخواهم. این در حق همه آدم گمانی بد میکنه. اگر چی روزدار هم باشه گمان میکنه که این روز خور بی سقیچ خواهد. چند با سخنی دیگر هم میگوید من باشم که لعنت میکنم. من خود نگاه داشته میدم بازار میگذارم، بعضی میرم چایخانه چایخوری دارن، هزارها لعنتشان میکنم، خوشاشان و پدراشان و مادراشان همشه علاوه. دویم و مزغ خواب یعنی چشیدن. من یک بازار میگم چی میچه شیطان برای شیرین است به مزه است. یا مثلا بعضی خانم‌ها غذا میکنن بیگاهی، چشیدن همون غذا به عذر خوب نیست نچشن. اما اگر رفت بعضی خاندان است که غذاش که به نمک میبیاد یا شور میبیاد، شوهرش آزارش میتیاد یا بچه‌هاش نمیخورن غذاش، این صورت عذر است. چشیدنش باکی ندارد لیکن توف کنه. وقتی که چشید نمکش فهمید ثانی او گلدان پرت آید فرو نبرد. دیگر چیزی که در ماه مبارک رمضان مکروه است القبلة واللمس. بچه ها برای شما بسیارتر دخل دارند. بوسه کردن همسر و آغوش کردن همسر برای جوانایی که یاش هسته ما پیر شدیم که دیگه پرونه داریم. شما ها رو در ماه رمضان توصیه میکنم که زناتان بوسه نکنه. دوستم که داره بوسه نکنه، آغوش نکنه. زیرا که بوسه کردی آغوش کردی خوب اون جانبش معلوم است. شیطان بعد دیگه غالب میبیاد، عقل با فراموش میشه، با پیشتر رفتن میگیری، آخر چی کاری میشه که روزت مکروه میشه یا فاسد میشه، گناهگار میشه. بنابر در ماه مبارک رمضان بوسه کردن همسر خصوصا برای جوانایی که به این نزدیکی عروس آوردن به خانه هاشان، از اونا خواهش میکنم در ماه مبارک رمضان احتیاط کنن. زیرا روزه با بوسه کردن مکروه می شود، با علاقه جنسی کردن فاسد می شود. فاسد که شد کفارت واجب می شود. کفارتش مشکل است، داده نمیتونی تا وقت پیشگاه خدا سخت گناهگار و خجالت می شوید. یعنی کسی روزش فاسد کنه بعد از نیت کردن عزیزان من یا 60 مسکین طعام میتید، 60 روز روزه میگیرد یا 60 مسکین طعام میتید. ببینید 60 روز روزه میگیرد، این روزه کفارت است. با همه 60 روزه پای در پای اگر بین یک روز خورد با ایسر میگیرم 60 روزه. شریعت به خاطر اینکه روزه رو فاسد نکنه جنایت است، وزبین است، جزاش هم سخت تعیین کردگی است. با یک روز قضایی 61 روز میشود. اگر روزه داشتن نتونه کسری باشه، این عذر داشته باشه، 60 کم بغل شب و سحر میبره افطار میکنه، سیرشان میکنه. یا پنجمی بازار میره 60 کم بغل که در خدای را میشینن که رو با چین به کار میکنن. پنجم هر کدامشه میتید برای شب و سحرشان. خلاصه در ماه رمضان بچه هاییاش خداوند بختان تید. این زن پیر نمیشه بچم، دادا باباتان به یک جا نرسان که با شما رسانه. احتیاطتان کنه. یک جوان پیش رسول اکرم آمد گفت یا رسول الله من همسرم بوسه کنم اجازت میتی؟ حضرتان نه بوسه نکن بچم. گفتن او یک موسفه دیامه رنگی با های ملا دولتی ما بارین گرنگتاب شدگی گفت یا رسول الله گاه حواسم میبیا کمپیر میبیم بیدون لباسای خوش رو میپوجه یا بوسهش کنم مایلیش. حضرتان مایلیش تو بوسه کن. او جوان خیست از گفت یا رسول این بابات اجازت دادی من دنی؟ حضرت گفتن او باباست. گفتن تو جوانی؟ گفتن بابا. گفتن تیر داراش تمام شدگی است. تو جوانی خوب هستی. گفتن یکی با خوب بعدی و یکان کاری دیگه میشه. گفتن روزت فاسد میشه. بنابراین والقبلة ان خاف فقها میگن بوسه کردن در ماه مبارک رمضان مکروه تحریمی است اگر خوفی احتلامی شدن باشد. بچه های خود رو فراموش نکنید. خنده گپی من فراموش نکنید.
پنجم مکروهات روزه چی است؟ جمع الریق فی الفم قصدا ثم ابتلاعه. من یک خلادان توف در دهان جمع میکنه و پر کشه با فرو میبرن یک پیاله آب میشه. این هم خوب نیست. توف فرو بردن کم کم واقع ندارد در ماه رمضان، اما جمعش کنی خیلی شود و با پر کنی فرو بریش، این هم فقها مکروه میگویند. از این احتیاط باید کرد.